الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها ماه زیبا و مبارک رمضان گذشت و به پایان رسید که از نعمتهای عظیم الله تعالی و از نعمتهای بسیار بزرگ پروردگار بود. واقعا در ماه رمضان درهای رحمت و درهای خیر بر همه جهان گشوده شده و این در باز شدن درهای خیر و رحمت و درهای بهشت و که باز شدن در ماه رمضان برای همه قابل مشاهده بود، قابل دید بود. آثار این رحمت، فانظر الى آثار رحمت الله کیف یحیی الارض بعد موتها. وقتی که باران می آید الله تعالی می فرماید که شما آثار رحمت خدا را نگاه کنید، که یعنی آثار باران را نگاه کنید. اثر باران آن است که زمین مرده زنده می شود و زمین خشک و سیاه و ویران سرسبز و آباد می شود، که از دیدن زمین انسان لذت می بره. در فصل بهار، در فصلی که باران رحمت نزول می کند. و همینطور عزیزان من، نشان این رحمت الله تعالی و آثار این رحمت که در رمضان نازل می شود دیده میشه که چگونه مردم راهی مسجدن و چگونه مسجد جه ندارن، چگونه راه می روند مردم، یعنی به سمت عبادتگاه ها، به سمت مساجد،
به سوی نمازهای جمعه، نمازهای عید و چه سفرهای عریض و طویل انداخته میشه در ماه رمضان. این همه آثار رحمت، دعا و نیایش و تضرع و نماز و کسی که نمازهای 5 وقت را توفیق چندانی نداره و به مسجد حضور پیدا نمی کنه، در 20 رکعت نماز تراویح ایستاده و هنوز میخواد دیگه نمازم بخونه، اضافه نماز بخونه. و این شوق خواندن نماز و علاقه بر خواندن نماز، علاقه خیرات و صدقات، علاقه توبه و نیایش و دعا و علاقه به خیر نشان دادن، اینها همه آثار همین رحمتان که الله در ماه رمضان نازل کرده و آثار اون چیزی که در حدیث آمده که شیاطین را الله تعالی زنجیر میکنه، میبنده شیاطین و دسترسی شیاطین به انسانها محدود میشه و دسترسی نداره. شاید زورش را بزنه، از راه دور وسوسه بیندازه، ولی شیطان از راه نزدیک نمیتونه بیاره، او دسترسی سابقه نداره. نفس هم زندانیه، چرا که روزه در واقع زندان نفسه و روزه وقتی که می آید اون نفس اماره پایمال میشه و نفس اماره شکست میخوره و بالاخره او شرارت و شدتش را که در ماهای دیگه داره نداره. این همه فرموده شده تو حدیث که درهای جهنم بسته میشوند، واقعا آثارش دیده میشه که درهای عذاب بسته شده، درهای جهنم بسته شده و همینه که مردم به وقتی در جهنم نباشه و درش بسته، مردم به سوی بهشت حرکت میکنن، به سوی رحمت الله تعالی حرکت میکنن. چه بسا گناهگاران در ماه رمضان توبه میکنن، چه بسا انسانهای که مانند ما سستن و کوتاهی دارن در ماه رمضان کمر همت میبندن و عزم و ارادهشون را راسخ میکنن که به سوی الله حرکت کنن و توبه کنن و گریه میکنن در ماه رمضان بر گناههای گذشته. و اینها کل آثار رحمت پروردگاری که دنیا را میگیره و جهان را میگیره و در تمام این کره خاکی همین حالت برگزار و جاهایی که خود محل رحمت مثل حرمین شریفین در ماه رمضان، مخصوصا امسال که الله در باز کرد برای تمام مشتاقان و علاقمندان و ازدحام به تاریخی و یک حالت استثنایی و فوق‌العاده که به کیلومترها صفحه طول بکشن، چندین کیلومتر در طول شهر مکه و خیابانهای اطراف مکه مردم صف ببندن برای نماز و نتوانن خود را تو به حرم برسانن برای نماز و توی خیابانهای حرم. البته آنجا همه مسجد الحرامه و تمام محدوده حرم و تمام قداست داره. تمام این حکم مسجد نیست ولی حکم مسجد داره. فول وجهک شطر المسجد الحرام، به مسجد الحرام رخ کن. کل این محدوده مسجد الحرام محسوب می شود و لہذا هر جای در شهر مکه نماز خوانده بشه بود در مسجد الحرام خوانده شده و همون حکم داره، گرچه او خطه فضیلت خاص خودش را دارد ولی به هر حال اینا همه نماز در حرمه، نماز در مسجد الحرامه و
الله تعالی آنجا رحمت را وسیع کرده و رحمت را بسیار گسترده کرده است در اون سرزمین و این همچنان در مسجد النبی این نشان باز شدن درهای رحمت از جانب الله تعالی به سوی مردم است. والله ذات مهربانان، الله به بندگانشون کریم و رحیمان، هم جود و سخا دارند و هیچ دریغ هیچ رحمت را از بندگانش دریغ نمی کنند، هیچ منافع را از من و شما دریغ نمی کنند. در جانب پروردگار هیچ کوتاهی کم لطفی نامهربانی به مردم نیست. همه کم لطفی ها، همه نامهربانی ها، همه تقصیر و کوتاهی متوجه ما هست. ما بندگان، ما کوتاهیم، ما ضعیفیم و ما کم لطف و نامهربانیم که به الله سبحانه و تعالی به سوی الله حرکت من ضعیفه، همت من ضعیفه، اراده و الا کسی که به سوی الله بیاید در هر قدم الله او را نصرت میکنه. هر قدمی کسی که به سوی الله برداره، به طرف الله برداره، در جهت الله برداره، به خاطر خدا برداره، قدم خیری باشه، الله او را نصرت میکنه. الله یاری میکنه کسانی را که به خیر میشتابند، به خیر حتی ذاتی و شخصی بشتابند، به خیر جهانیان بشتابند، به خیر بندگان، به خیر دینی مردم قدم بردارند، به خیر دنیای مردم و معاش مردم و بردارند. هر کسی هر قدم خیر برداره، هر حرف خیر بزنه، حرف نیک بزنه، بالاخره الله سبحانه و تعالی میپسنده و هدایت میده و به یک حرف خیر گناه را معاف میکنه. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما. و به هر حال عزیزان من، الله می فرماید که شما گفتارتون درست باشه، حرف لغویات به زبان نیاورید و حرف گناه را به زبانتون نیاورید. حرف درست و منصفانه و عادلانه و حرف صحیح بزنید. همه حرف صحیح شما سبب میشه که تمام گناه های شما را خدا ببخشه و مای مغفرت میشه و میفرماید اعمال شما را خدا اصلاح میکنه. عمل شما را اعمال که اصلاح بشه، ببینید چقدر فوز بزرگ و سعادت عظیمی و سعادت بزرگه. حرف لغو نزنیم، حرف گناه به زبان نیاوریم، حرف ظالمانه نزنیم، حرف غیر منصفانه نگوییم، غیر واقعیت چیزی که واقعیت نداره از اونها صحبت نکنیم، چیزی که منافع و خیری توی اونها صحبت نکنیم. به همین حرفهایمون الله تعالی اعمال ما را اصلاح میکنه. یک، اعمال ما اصلاح میشه و دیگر گناه های ما مورد افقرار میگیره. و این و اطاعت خدا و رسول، و من یطع الله و رسوله، هر کس از خدا و رسول اطاعت کنه و فرمان برداره، که یک فرمان برداری همینه که مواظب حرفهایمون باشیم، مواظب کلاممون باشیم، مواظب گفتارمون باشیم. لہذا هر کسی که خدا و رسول را اطاعت کند به فوز عظیم میرسه، به سعادت بزرگ نائل میآید. و چقدر حرفان که الله راضی میشه به حرف
راضی میشه و ثواب میده. و چقدر حرفان که الله را ناراض میکنن. هرگاه شما حرف من و شما بزنیم به حمایت از ظالم و هرگاه که ما حرف بزنیم به ضرر مظلوم، حرف غیر منصفانه، حرف به حمایت از خویشاوندان و حرف غیر منصفانه حمایت بیجا بکنیم از نزدیکانمون، از عزیزانمون، از دوستانمون، حرف غیر منصفانه، غیر عادلانه، ولهذا این حرفا الله را ناراض میکنه، صحبت الله را ناراض میکنه. و روی عزیزان من و شما روبرو هستیم بر رب مهربان، بر رب کریم و طرف حساب من پروردگاره که تمام اعمال ما را زیر نگاه داره و زیر نظر داره و که ما چگونه حرکت میکنیم، چگونه سخن میگیم، چگونه عمل میکنیم، چگونه فکر میکنیم، چه فکرهای در ذهن ما هست، همه اینها را در نظر داره، ما را نگاه میکنه، میشنوه از ما و ما زیر نگاه این پروردگاریم. حساب شده حرکت کنیم، درست حرکت کنیم، حق مردم ضایع نکنیم، مال مردم نخوریم، آبروی مردم نریزیم، خون مردم نریزیم و اخلاق کریمانه را دوست داره، رفتار منصف صحیح را دوست داره و حرف منصفانه را دوست داره و او میپسنده که بنده چگونه حرف میزنه، چگونه چه میگه، همه را ضبط و ثبت میکنن. فرشته بالاخره آماده به محض که حرف را من و شما میزنیم، عمل خیر را انجام میدیم، بلا فاصله مینویسه. و اگر حرف گناه را بزنیم، گناه را انجام بدیم، میگم فرشته دست نگاه میداره، مقدار فکرمند میشه که آقای اشتباه کرد، شاید توبه بکنه، شاید حرفش را پس بگیره، شاید برگرده و بالاخره اگر بر نگردیم و ادامه بدیم راه فرشته هم گناه را هم برای ما ثبت میکنه. الله من شما را نجات بده. ماه رمضان رفت و قرار نبود که ماه رمضان تا آخر سال 12 ماه بمانه، بالاخره یک ماه الله گردانیده، حول به شما داده و ماشاءالله شما را راندازی کرده، سرویس کرده است و شستشو داده شما را و که از 10 ماه دیگه الله نگاه میکنه که من شما چگونه عمل میکنه، عمل کرد من شما را نگاه میکنه. اما مساجد که آباد کردید در ماه رمضان و بهترین آبادی مسجد و عمران مسجد که قرآن فرمود مؤمنین مساجد آباد میکنن، انما یعمر مساجد الله من آمن بالله. مسجد آباد میکنه کنند کسانی که ایمان به الله دارن. بالاترین عمران مسجد حضور در مسجد، نماز در مسجد، مسجد با حاضری نمازگزاران زیباست و بالاخره مسجد وقتی که حضور مردم گرم باشه، نمازگزاران گرم باشه، معتکفان که انجا اعتکاف نگاه میدارن، عبادت کنندگان و تالیان قرآن که انجا عبادت کنن، مسجد زیباست. و الا مسجد آب طلا بدید، مسجد هر چه زیبا بکنید و مسجد خالی باشه، مسجد ویرانه او مسجد که زیبا ساخته شده و نماز گذار نداره، عبادت کننده نداره. این ویرانی بزرگترین ویرانی همینه. مسجد اگر خشت خام و از گل نفخته مسجد بسازن، ولی مسجد عبادت در آنجا ادا بشه آباده، ولی اگر مسجد نه
فقط یک تفریقی میشه و آنجا عبادت نشود و کسانی فقط بیایند و معماری مسجد نگاه کنند و مسجد توش عبادت نشه. این مسجد ویرانه هست و ویران شده است. الله تعالی توفیق بده که من و شما مساجد آباد بکنیم. و گفتاری از حضرت علامه مولانا عبدالعزیز رحمه الله که می فرمودند شما با حضورتون در مساجد مسجد را تنها زیبا نمی کنید بلکه این زیبایی خود شما هست. خود شما زیبا میشید و تعمیر آبادی خود شما در حضور در مسجد و لحاظا زیبا است حاضری ہے من و شما در مسجد یعنی در خانه خدا. این نشان تعلق با الله، نشان رابطه با خدای، نشان آنه که شما علاقه دارید، مردم علاقه دارند به الله که در خانه خدا حاضر میشن، حضور پیدا میکنن. این نشان سروران گرامی ارتباط شما با خداست. و روی همین فرمودن که کسانی که به مسجد پایبندند، به مسجد تعلق دارند، به مسجد ارتباط دارند، رابطه بین خانه و بین مسجد برقراره، این شما میتونید شهادت بدید به ایمان این انسان ها که نشان مؤمن انسان منافق نیست. این غیر مؤمن و غیر مسلمان نیست بلکه مسلمانه و مؤمنه که ارتباط با مسجد داره. منافق از مسجد فراری میشه اگر در یک انسان که ادعای اسلامی داره ولی نفاق در دل او باشه، او مسجد نمیتواند بیاید، از مسجد فرار میکنه، علاقه به مسجد نداره، از مسجد فراریه. لہذا این نشان اینه که در این انسان نفاق موجوده و لہذا نشان براءت از نفاق آنه که انسان ارتباطش با مسجد و با مسجد علاقه و مسجد دوستی که از عزیزان که دائما در مسجد و در صفحه اول نماز میخوان. انسان معمری بود و حادثه پیش آمد برای او، ماشینی او را سر خیابان به راه مسجد که میآمد زد و خانه نشین شد. من گفتم که خیلی گریه میکنه، خیلی نگران و ناراحت و اضطراب داره که مسجد از مسجد زده شده. الله و من به عادتش رفتم و تسلی دادم به او که تو کس در سلامتی در مسجد نماز خواندی و مسجد را لازم گرفتی، الان معذور شدی و بالاخره به مسجد نمیتوانی با این وضعیت بیایی و لحظه تو اینجا که نماز میخوانی به مثل اینی که تو در مسجد نماز میخوانی تفاوت نداره. چرا که در حدیث شریف آمده است که هر کسی هر عملی داشته و عملی را انجام داده، وقتی که معذور میشه و توانایی نداره لحظه ثواب اون گوی همو عمل داره انجام میده. مثلا نماز سحر خوانده و الان هم مریض نمیتونه بلند بشه، ثواب نماز سحر برای او نوشته میشود. روزه نفلی گرفته، اعمال انجام داده، صدقات و خیرات انجام داده، خیر انجام داده، الان افتاده، الان فقیر شده، الان تنبس شده و لحظه این ثواب برای او جریان پیدا میکنه. روی این توصیه میشود که در صحت انجام بدید، در سلامتی انجام بدید. معذوری برای انسانها خیر انسانها پیش می آید. اگر خدای نکرده معذوری پیش آمد برای شما، ثواب شما جریان داره، برای شما ثواب نوشته میشه، عمل شما قطع نمی شود. برای آن که شما در صحت و سلامتی شریفا بودید، سالم بودید، انجام دادید، الان معذور شدید، الان که نمیتوانید، عمل شما برای شما جریان پیدا میکنه و جاری میشه.
این مهربانی الله است، این رحمت وسیع الله و که الله بر بندگان است چه اندازه مهربانه. و لحاظا بعد از رمضان ثابت قدم بمانید جوانان عزیز، مادران و خواهران، برادران و سروران، همه به عمل بشتابید، به عمل بشتابید که الله تعالی به عمل شما نگاه میکنه، به حرفها نه، به ادعاها نه. ادعای تو خالی هیچ ارزش نزد الله تعالی نداره، بلکه الله تعالی نفرت بیاید و می فرماید که کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعل. الله سخت ناراض میشه و بسیار ناراضگی خودش شدیده که کسی حرفای پوچ بزنه، حرفای تو خالی، توف خالی شلیک بکنه و این توف خالی را چرا شلیک میکنه؟ بیفایده. شما حرف بزنید که عمل کردید، پشتوانه عمل داشته باشه. عمل نمی کنید، شعار میدید. این شعرهای پوچ، شعرهای تو خالی، شعرهای بیخود، این هم مایه نفرت الله و ناراضگی بزرگ الله. کبر مقتا عند الله لما تقولون ما لا تفعلون. الله زیر سوال میبره که چرا حرف میزنید که عمل وقت شما عمل نیست، چرا حرف میزنید، حرفهای بزرگ میزنید و پشتوانه عمل نداره. الله تعالی من و شما را توفیق عمل نصیب بکنه. 6 روز بعد از ماه رمضان در شوال انجام بگیره. به هر حال روزه الله تعالی به این اجر بزرگ میده و این روزه شما را روزه سال میکنه و شما سال را تکمیل روزه گرفته و آیا معامله آسانی است و اجر عظیم و ثواب کلان و بزرگ داره. انشاءالله در این ماه 6 روزتون هم بگیرید و الله تعالی توفیق عنایت بکنه. و به هر حال این روزها به هر حال مشکلات ها و تهدیدهای شدید جنگ و نقل و انتقالات تجهیزات جنگی در منطقه هست، شاهد این نقل و انتقالات هستی و به هر حال خودش یک تحولات بزرگ و می طلبه که همه فکر کنن و هم در این مورد و این یک مهم هست که خودش به فکر انسان ها را می خوانده و دنیا الان متاسفانه خبر میانه گرفتار تندروی ها شده و منطقه را کلن این تندروی ها مخصوصا تندروی اسرائیل که متاسفانه دولت اسرائیل و حاکمان کنونی اسرائیل افراطگران و تندروان و به هر حال این از یک طرف و هم از طرفهای دیگر هم به هر حال اگر به تندروی دست بزنند و همه تندروی کنند و این منطقه خاورمیانه کلن آتش میگیره و قابل زندگی برای همه کسانی که توی خاورمیانه زندگی میکنن اگر آتش شعله‌ور بشه و فراگیر بشه هیچ کسی نمیتونه زندگی بکنه و به همه دنیا ضربه وارد میشه، تمام دنیا متضرر میشه. من که بنده که دولت اسرائیل را دولت تندرو میگویم و افراطی میگویم دلیل دارم. من شعر نیستیم که 50,000 نفر شما اسرائیلی دولت اسرائیل کشته از مردم فلسطین و غزه را به طور کلی ویران کرده. وقتی که یه جنگی در میگیری اگر به معمولا نظامی ها که با هم درگیرن کشته بشن
و شبه نظامیه کشته بشن و او یک صورت جنگه. بالاخره جنگ که در بگیره هر دو طرف، اما زنها و بچه ها و سالخورده ها اینها از هر طرف کشته بشن، نه از طرف مسلمان، از طرف مسلمان و غیر مسلمان، از طرف مسلمان و از طرف یهودی، هر طیفه بشه. کشتن زن و بچه ها، کشتن اطفال، کشتن مردم عادی و تباه کردن شهرها و ویران کردن زندگی مردم، این افراطگرایی و تندروی از طرف هر کسی باشه بلا استثناء. مسلمان این کار بکنه هم محکومه و غیر مسلمان بکنه هم محکوم. و به هر حال این همین بالاخره کشورهایی که در اطراف هم و همسایه آنجاها هستن و مثل سوریه الان که میشنویم که تمام امکانات سوریه را اسرائیل بمباران کرد و مردم سوریه که در جنگ نبود. شما اونها را چرا بمباران کرده؟ اونها را چرا ولکن نیسته؟ و متاسفانه اروپایی ها و امریکایی ها دست اسرائیل باز گذاشته و هر کاری که میکنه جلوش را نمیگیره و این به هر حال این نقصان بزرگی است و آزمایش بزرگی است. و الان اگر همه به تدبیر و به دوراندیشی و به فکر ننشینن، خیلی تباهی در منطقه می آید، خیلی نقصان می آید. مردم ایران که برحال از نه الان در جنگ نیستن، بلکه ده ساله که مردم ایران تحریم و تحریم جنگه و یک جنگ سردی است و این جنگ سرد بر مردم ایران تحمیل شده و مردم ایران ماندن برای در زندگیش. متاسفانه بعضی در میان ما هم افرادی هست که سوء استفاده میکنن، شعار میداد و زمان که تحریم نعمت هست و ما کشور میسازیم و ما پیشرفت میکنیم و ما ترقی میکنیم، حرفهای بی محتوا و حرفهای بی سود زدن و الان و نه که سخت تحریم ما دور میزنیم و چگونه شما دور زدید؟ شما چنان دور زدید که چیزی به ایران بر نگشت، هرچه که از ایران رفت که برگرده دور بزنه و همین وسط راه بردند و بالاخره خوردند و اگر چیزی رسیده آخر ناچیزی رسیده و یا هیچی نرسیده و دروازه های این تحریم ها در دروازه های سوء استفاده مالی را در داخل کشور باز کرده و ملت امروز ملت عموم مردم به جای رسیده که بالاخره با یک بنبست کامله. یعنی الان تجارت مردم ضربه خورد، کسب و کارشون ضربه خورد، خرید و فروش ضربه خورده و تجارت که نباشه و کسب و کار و تبادله اجناس و تبادله تجاری بالاخره یک ضربه بزرگی برای کشور. خزانه ها هم خالی شدن، خزانه های ملی، و الان بالاخره ملت ایران جای نداره که یک جنگی الان تحمیل بشه، جنگ ویرانگر و تحمیل بشه بر مردم ایران. این خیلی سخته و بالاخره تدبیر و اندیشه مهمه که هر نوع جنگی را و آتشی را که در خاورمیانه شعله‌ور بشه و تشدید بکنه تنش‌ها را و ناامنی‌ها را بعد از خاورمیانه برداشته بشه. و مهمترین نقطهش به نظر من آنه که مسئله فلسطین باید حل بشه. فلسطین، اختلاف فلسطین و اسرائیل 70 ساله با تدبیر حل بشه و بی تدبیری امریکایی ها و اروپایی ها میدانم
و به تدبیری سازمان ملل و جهانیان میدانم که 70 سال تا حالا یک اختلاف جریان داره و چرا این برای این رای حل عادلانه نتوانند به وجود بیاورند. بالاخره هر کسی که تندروی بکنه باید دستش گرفته بشه، آتشش شعله‌ورتر نکنه. شما مهمترین مسئله که میخواهید با تروریسم مقابله بکنید، اگر شما راست میگید این سرچشمه تروریسم ظلم و اجحاف و تندروی و حق‌کشی و زدن و نابود کردن مظلومی، و لحاظا شما بیایید عدالت تا اجرا کنید، انصافا دو طرفا رو به رو، هم طرف فلسطینی و اسرائیلی گفتگو بکنن و مسئله شما به صورت عادلانه حل بشه. بالاخره شما تروریسم نابود کردید، ضربه بزرگ و کاری به ترور زدید، شما به بالاترین امنیت در خاورمیانه آوردید. خاورمیانه که یک منبع خدادادیه و سرچشمه خیر برای اقتصادی و هر چه که شما تصور کنید، گردشگری در فرهنگی در خاورمیانه، شما خاورمیانه را امن کنید، میکامل بکنید، اول این مسئله را حل کنید و بیایید جلوتر بقیه مسائل حل بکنید. و توصیه بنده به مسئولان امرانه که تدبیر بکنند و گفتگو کنند. وقت طرف خودش حاضره که میگه باش من می نشینه و میگه من می نشینم، شما به جای اینکه واسطه ها را بفرستید، شما خودتو مستقیم به او بشینید. این به نفع مملکت، این به خیره و این سیاست درست. بشینید و بالاخره با گفتگو کنید و موضوعتون حل کنید. وقتی میگه یا جنگ یا صلح، بالاخره وقت صلح ترجیح بدید. قرآن هم اینه میگه شما قرآن عمل بکنید. قرآن میفرماید و این جنحوا للسلم فاجنح لها. ما حرفی که میگیم از قرآن صحبت میکنه. بالاخره حرفای بنده نیستن. شما وقتی که او بگه من حاضرم با شما گفتگو کنید، شما باید گفتگو کنید با او. خودش میگه، خودش این جنحوا للسلم فاجنح لها و توکل الله. میگه ما توکل میکنیم بر الله. آقای خدا میگه که شما به صلح میل بکنید و توکل بکنید، برید گفتگو کنید و توکل کنید. و بالاخره بهانه دست دشمنان من ندید. و این جنگ که بیاید جنگ ویرانگری است، خیلی تباه کننده و ضربه میزنه به تمام دارایی های مردم ایران و مردم ایران جای ندارند که بیشتر از این که ضایعات تحمل بکنند. و مردم تا که صبر میکنند؟ مردم بالاخره صبرشون لبریز شده، بالاخره هیچی ندارن بخورن. شما فکر ملتتون بکنید، مردم بکنید، اصل مردمان. شما مهم برای ما درست ما از مظلوم باید حمایت کنید. هر جا مظلومی باشه، هر جا مظلومی وظیفه ما است، وظیفه انسانی و اسلامی ما حمایت از مظلومی و مخالفت با ظالمه. ولی بالاخره مظلوم هم حمایت بکنه، او هم حد داره. بالاخره اصل ملت ایرانه، اصل ایرانه. بالاخره همه شما باید منافع ایران تامین بکنید. شما باید روی منافع ایران، ولی هیچ مسئول نباید در رابطه با فکر در رابطه با ایران کمترین کوتاهی در ذهنش باشه. اول ایران، دوم ایران، سوم ایران. و شما بر ایران فکر کنید و بعد به مظلومان دیگر حمایت کنید. ما نمیگیم که شما نه، مظلومان وظیفه ماست.
که حمایت کنیم به اندازه تواناییمان. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، هر کسی به اندازه قدرت است. و مظلوم اگر مسلمان غیر مسلمان انسانی فکر کنید و اسلامی و مذهبی فکر نکنید. مذهب محدوده، شما را محدود میکنه. فقط مذهبی فکر کردن مذهبی، شما روی مسائل مذهبی تو فکر نکنید، اسلامی فکر کنید، انسانی فکر کنید. و این مهمه که منافع مردم ایران مهمه. و فعلا کشور ما در حد نیست، ما در حد نیست که ما جای دیگری را بتوانیم کمک بکنیم. بالاخره اگر یه وقتی کمک کردی، الان کسی که خودش گرسنه و بچه هاش گریه میکنه از گرسنگی، چگونه ما میتوانیم که جای دیگر را کمک بکنیم؟ شما به ملت برسید، مردم برسید. بالاخره همین مردمان که بالاخره من و شما را به سر کرسی قرار داده و همین مردمان که به آرایشون التماس کردیم این مردم که شما بیایید را بدید، ترغیب دادیم که بیایید را بدید، خدا و پیامبر را واسطه کردیم که شما بیایید را بدید، رای گرفتیم از اینها. الان بالاخره شما باید فکر مردم باشید، نباید فکر محدود باشه، بچه ها باشه، یا فکر فلانجا و فلانجا و این جای دیگر را بکنیم. الان شما بگذاری که دیگران اونجا را فکر بکنن، شما فکر کنید، حرف بزنید. ولی اولویت اول حاکمیت مردم ایران باید باشه، اولیت اول شماست، اول ایران، اول مردم ایران، اول حفاظت ایران. و بهرحال ما امیدواریم که تدبیر بالاخره بتونه جلو جنگ ویرانگر را بگیره. و ما امیدواریم که عمل کنه دنیا و فکر کنه دنیا. و حرکاتی که الان اسرائیل داره این به نفع نه جامعه یهوده و نه به نفع اسرائیل و به نفع هیچ کسی نیست، ولی افراد سیاسی حتی منافع ملیشون میگذارن، افراد افراطی از منافع مذهبی میگذارن. و وقتی افراط باشه، الان بسیاری هستن در که همون برای بقای خودشون فکر میکنن. الان معروفه همین که دولت به اسرائیل میخواد باقی بمانه و به هر حال و این با ناکوس جنگه و با جنگ باقی میتونه بمانه. این درست نیست. همون اسرائیل بر فکر ملت یهود بکنه، مردم یهود بکنه و نه بقای خودش را. ما هم تمام باید افکار فکرهایمون روی منافع نه شخصمون باشه و نه بقای خودمون که ما باقی بمانیم و نه بقای سیستم باشه، بلکه بقای ملت ایران باشه، مردم ایران باشه. الله تعالی توفیق بده. بنده با یه حرفا بغیر از خیر و اراده خیر چیز دیگه ندارم و من امیدوارم شما هم دعای خیر کنید که الله تعالی جنگ دفع بکنه و الله تعالی یک صلح عادلانه، حل فصل عادلانه بیاره و الله تعالی از مسیر تندروی و مسیر خشمی که انسان قدرت فکر نده، چنان خشم الله به سر من نیاره. افراط گرایی دنیا را ضرر زده، تندروی دنیا را ضرر زده و کشور ما را الله حفاظت کنه، خاور میانه را کلن امن بگردانه و جنگ و نزاع همه را الله تعالی از کشوری از خاور میانه خاموش بکنه و همه طرف ها را
توفیق فکر صحیح بده و تو مسیر درست که منافع انسان هست و منفعت جامعه بشری اقتضا میکنه و منفعت نه تنها منطقه بلکه منطقات غیر منطقه کل جهان تامین میکنه. الله تعالی بشر به همون سوق بده و دولت ها را و این طرف ها به همون و این جنگ ویرانگر ها که در حالان رخ میدهند و تباه میکنند دارایی های ملت ها را و ویران میکنند زندگی مردم. الله تعالی این جنگ خاموش کنه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على رسوله خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا رب درهای رحمتت را بر ما بکشا. رمضان ماه رحمتت رفت و الها کوتاهی کردیم، وظیفه من را صحیح و درست انجام ندادیم. بهره از اله العالمین از رحمتهای وقت و از اون نعمتهای رمضان نگرفتیم آنطور که باید بگیریم. کوتاهی کردیم. یا الله کوتاهی ها را سر ما بردار و اله العالمین بعد از ماه رمضان به ما توفیق بده که فضای رمضان و اعمال رمضان و یا الله نگهداری بکنیم بعد از رمضان. پروردگار بالاترین حاصل رمضان که قرآن به آن اشاره دارد تقواست و پرهیزگاری. سرمایه تقوا، سرمایه پرهیزگاری نصیب ما بکن یا رب. همه ما مسافریم و سیر ما به سوی تو هست، سیر ما به سوی الله است و ما صبح و شام و ساعتهای شب و روز در حرکتیم به سوی الله، عمر می گذاریم و ما نزدیک میشیم به الله تعالی، به رسیدن به مولا. یا الله ما را توفیق آمادگی برای لقاء و ملاقات خود عنایت. تو فرمود من کان یرجو لقاء الله فلیعمل، من کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا. هر کسی که آرزوی ملاقات خدا را داره عمل صالح انجام ده، عملش را نیک بکنه، اخلاق، رفتار، منش و افکار خودش را نیک بگردانه. یا رب پروردگارا ما را توفیق آمادگی با اعمال صالح با کردار و رفتار نیک برای ملاقات آماده بفرما. یا الله قبل از این که تو بندگانت را حساب میگیری و ماموران تو ما را حساب بگیرن، یا الله ما را توفیق بده از خودمان حساب بگیریم و نفسمون را محاسبه بکنیم که در حدیث شریف آمده الکیس من دان نفسه و عمل لما بعد الموت. هوشیار و زیرک اونه که برای بعد مرگ عمل آمادگی میکنه و نفسش را بعد محاسبه میگیره. صبح و شامش را، شب و روزش را، لحظات و ساعت را حساب محاسبه میکنه که من امروز چه انجام دادم، شب گذشته چه انجام دادم، این مالی که به دست من افتاد، منافع که دست من افتاد چقدر من در راه الله دادم، به کیا خرج کردم. یا الله ما را توفیق بده که مسلط باشه بر نفس و همواره نفس محاسبه بگیریم و اعمال ما را صالح بگردان و اعمال ما را نیک بگردان. یا رب
یا رب تحول در زندگی ما بیاور، تحول خیر. یا اللہ جامعه انسانی، جامعه بشری، جامعه اسلامی، جامعه ایرانی یا اللہ ہمارا به مسیر صحیح و درست سوق بده. یا اللہ مسیر مارا درست بگردان. یا اللہ مارا از افراط و تفریط نجات عنایت فرما. یا اللہ مارا از شر افراط گرایان و تندروان نجات عنایت فرما. یا رب عاقبت مارا بخیر فرما. یا اللہ تندروی را خاتمہ بده. افراط گرائی کشورها از تندروان ضرر کردن و مذاهب را تندروان تباه کردن و عدالت را تندروها کفاره کردن. افراطگراها یا اللہ افراطگراها هر جا باشند، در هر مذهبی هستند، یا اللہ هدایتشون بده، نیست شرشون کوتاه بگیرد. مارا در مسیر اعتدال قرار بده. مسیر اعتدال یعنی مسیر حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی صراط مستقیم. مارا بر راه صراط مستقیم قرار بده، بر راه راست قرار بده، بر راه درست قرار بده. مارا فکر من صحیح بیردن، درست بکنیم و یا اللہ مارا از حق سر موی جدا نگردن، مارا از راه انصاف و عدالت سر موی جدا نگردن. اگر عدالت علیه ما باشه مارا توفیق بده که ما علیه من قرار کنیم، علیه من عدالت تا اجرا بکنیم. عدالت حقی که اجرا بشه، دنیا با عدالت امن میشه، دنیا با عدالت برقرار میشه، قرار داره. انصاف خاورمیانه را آرام میکنه، نه بمهای اتم، نه بمهای سنگین. پروردگارا همه طرف را انصاف بده، همه طرف را به عدالت وادار بکن. طرف مسلمان به انصاف، طرف غیر مسلمان به انصاف، طرف یهودی را انصاف بده، طرف مسلمان انصاف بده، همه طرف را یا اللہ انصاف عنایت کن. یا اللہ تندروی مایه تباہیه و تندروی مایه نابودی طرف خود طرف نیشه. یا اللہ تندروی ہمارا یا اللہ جلوگیری بفرماؤ. یا اللہ اینجا خانه کعبه تو قرار داره و حرم مدینه تو قرار داره، بیت المقدس قرار داده، جایگاه پیامبران، جایگاه پیامبر آخر الزمان، آخری پیامبر تو هست، رحمت للعالمین. یا اللہ اینجا جایگاه خیر و خوبی بوده. یا اللہ این جایگاه را یا اللہ خاور میانه را نگذار که جای همیشه. الہ العالمین به یک مسیر صحیح و به یک مسیر درست یا اللہ سوق بده، مسیر اعتدالی. و یا اللہ شر تندروها را کوتاه بگردان. در هر ملت و هر مذهب و هر گرایش الہ العالمین، در یهود و نصارا، در مسلمانان تندروها را یا اللہ تسلط تندروها، شر تندروها را کوتاه بگردان و افراط گرایی را نابود کن و اعتدال بیاور. مسیر اعتدال، سیره حضرت رسول، سیره انبیاء، سیره حضرت خلیل، سیره حضرت موسی و عیسی، سیره انبیاء و الہ العالمین. صراط مستقیم که رای همه بوده، دین حنیفه یا اللہ، دین حنیفه غالب بگردن، دینی که نه افراط دروه نه تفریطه، دینی که در خرافات نفرت داره و از خرافات دوره. یا اللہ دین اسلام از خرافات خالی بگردن و الہ العالمین همه خرافات هر از منطقه نابود بگردن. یا اللہ سیره حضرت رسول و دین حنیف و مسیر صحیح، راه درست را یا اللہ جلوی همه ما و همه بشر بگذار. عاقبت ہمارا بخیر کن، خاتمه همه ما را به ایمان بگردن. مارا در راه خودت قدمهای مارا تثبیت کن و مارا یاری کن، مارا نصرت کن و شر شیطان کی کوتاه کردی در ماه رمضان و ظلم نفس اماره را یا اللہ مارا حفاظت کن.
همه شر نفس و نفس شر شیطان و عاقبت ما را بخیر کن یا الله یا رب. به همه مشکلات ملت ایران، مردم عزیز ایران رسیدگی کن و اله العالمین به همه انسان ها اله العالمین رسیدگی بفرما، مخصوصا مظلومان و مخصوصا بی‌پناهان و آنهایی که دستشون جای من نیست و دسترسی ندارن نفاذ حقشون بکنه و اونها هر جای هست مددشون کن، هر گوشه از دنیا حمایتشون کن. حیوان انسان نیستن، مظلوم واقع شدن یا الله نصرتشون بکن. جنگل ها و مراتع که مظلوم واقع شدن، منابع طبیعی که در هر جای دنیا به نفع همه انسانان و مورد ظلم قرار گرفتن یا الله اونها را اونجا یا الله حفاظت کن و عاقبت همه ما را بخیر. ربنا تقبل منا انک انت السمیع و تب علینا. همه گذشتگان غریق رحمت کن، مریضان تواضع دعا شده شفا بده، زندانیان را وسیله آزادی فراهم کن و همه را عاقبت بخیر. ربنا تقبل منا انک انت